کدوم عضو از زنجیره انتقال الکترون هم الکترون NADH مثبت رو میگیره هم FADH روی تست طولانی داده دانش آموز به ترسه. ببین تو کنکور 1402 روی تست طولانی داده دانش آموز به ترسه. ببینیم چی گفته. نخستین جزء از زنجیره انتقال الکترون یک میتوکندری که هم الکترون مربوط به NADH مثبت و هم الکترون مربوط به FADH رو دریافت میکنه چه مشخصی. بیا با من برم روی شکل رفرنس این رو واسط نشون بدم. ببین اینجا چه اتفاقی افتاده. الکترون اومده اینجا ما یک عضوی رو داریم که هم الکترون FADH رو میگیره هم الکترون NADH مثبت. اون کدوم عضوه؟ این همین عضوی است که داره الکترون رو هم از FADH2 میگیره و هم الکترونی که وارد عضو اول زنجیره شده و بعد از اون وارد این پروتئین میشه. پس این کدوم هست؟ بریم ببینیم آقا این عضو چه مشخصه هایی داره. ببین اگه میخوای زنجیره انتقال الکترون رو کامل یاد بگیری من تو کانال یوتیوب کامل برات یادش دادم، میتونی از لینک بایو بریم اون رو ببینی. حالا بریم سراغ تست با هم دیگه ببینیم تست چه مشخصه هایی واسه این در نظر گرفته. پروتون ها را به فضای بین دو غشا پمپ میکند؟ نه، این اصلا خاصیت پمپ کردن نداره. یه دونه پروتئینی هست که بین دو تا غشا قرار گرفته. ابتدا باعث می شود تا اکسیژن به یون اکسید تبدیل شود. این اصلا تأثیر روی اکسایش اتم های دیگه نداره. ابتدا الکترون ها را به دومین محل پمپ کننده پروتئین منتقل می کند. بله این مورد درستیه. چرا؟ بیا با من روی شکل ببین این عضو اولی هست که داره پروتون ها رو به فضای بین دو غشا پمپ میکنه. اینم عضو دومی هست که داره پروتون ها رو به فضای بین دو غشای میتوکندری داره پمپ میکنه. حالا گزینه 4 رو هم بررسی کنیم. میتواند مستقیما تحت تاثیر یون سیانید قرار گیرد و به طور غیر فعال درآید؟ نه. اون کدوم عضو بودن که تحت تاثیر سیانید قرار میگرفتن؟ اون آخرین عضو زنجیره انتقال الکترون بود که تحت تاثیر سیانید قرار میگرفت. که این تست رو با دونستن یه شکل برندش کردیم. اگر میخوای زنجیره انتقال الکترون رو به شکل کامل یاد بگیری من تمامی نکاتش رو با ریزترین جزئیات روی کانال یوتیوب بارگذاری کردم، حتما ببینیش.